خیلی به ویدیو خوش اومدید. من دیروز رفتم ارزون ترین دوچرخه‌ای که داخل دیوار بود خریدم و امروز قراره بریم 7-8 تست روش انجام بدیم که تست‌ها خفنی هم هستن. تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. این همون دوچرخه است. چند مشکل داره که مشکلش اینه چرخه عقبش خیلی لقه. ایلقه. جلوش هم لقه. ترمز عقبش هم شکسته. تنه‌اش هم پاک نابود شده، بعد رنگش کنم و اینا. و تمام اینا رو داخل ویدیو بعدی انجام میدم و وقتی که اینا رو انجام دادم میخوام تمام ایده‌هایی که دارم روش اجرا کنم. و حالا بدون معطلی بریم سراغ تستا. دوستان اولین تست اینه که میخوام مقاومتش درباره دیوار بسنجیم. دیوار که روبروه نمیشه مقاومت داره. 1 2 3 بریم. خوشبختانه مقاومت خوبی نشون داد. من حال کردم. بریم یه بار دیگه تست کنیم. جون نمیشه. میخوام با تمام قدرت بکوبمش دیوار چون واکنش نشون میده. دمتم گرم، واقعا مقاومت خوبی نشون داد. بریم سراغ تست بعدی. دوستان تست بعدی مقاومتش در برابر زمین خوردگی یا حالا هر چی که بریم اونم تست کنیم. 1 2 3 دوستان داخل تست قبلی با مشکل مواجه شدیم. رفت داخل دیوار، الان میخوایم واقعا بخوره زمین. دوباره دیگه تست کنیم. نمیخوره زمین. یعنی خدا وکیل من این مردم رو درک نمیکنم. بابا آشغالی اونجا، چرا آشغالا رو نمیذاری داخل آشغالی؟ بعد آشغالا بغل آشغالی بیشتر باشه داخل خود آشغالی. بالاخره خورد زمین. تست بعدی مقاومت از وسط، یعنی از اینجا ببینیم چقدر مقاومت داره. بریم تستش کنیم. بیبر نزنید. 1 2 مقاومت خوبی نشون داد خدا رو شکر. بریم تست بعدی. ما 2 تا دوربین مستقر کردیم. من سر پشت بینم دوستم که دوچرخه رو از این ارتفاع پرت کنیم پایین. و یه دوربین هم برای اونم بهتون نشون میدم. فیلمشو که بریم اندازیمش پایین. یا ابوالفضل ماشاءالله عجب مقاومتی داره خدا شده. مشکل داریم خوشبختانه موفق شدیم خرابش کنیم. از اینجا زد بیرون کردن پاچید و نمیدونم شاید مشکلات دیگه هم پیدا کرده باشه. رکابش هم کج شد. این کج شده دیگه. بریم تستا بعدیشو انجام بدیم. دوستان متاسفانه میل فرمونش پاره شد چند دیگه. تست سرعت رو نمیتونیم ازش بگیریم. بریم سراغ تستای دیگه که حالا میتونیم انجام بدیم و ویدیو رو تموم کنیم. حالا ویدیو بعد میخوام کاملا درستش کنم. دیگه داخل ویدیو نمیشه کرد. کنترل سخته واقعا. بابا این به درد نمیخوره. من دیگه اینو نمیخوام. بیا بریم خونه. بیا ولش کن. ما بابا تو بریم خونه. بریم. دقیقاً 1 هفته گذشته من مشکل اینو کامل حل کردم. این فرمون دیگه الان کاملا کار میکنه. یه دوربینی اضافه کردم اینجا با پای دوربین جدید که بریم حالا تست بعدی رو بگیریم. و تست بعدی سرعته. حالا میریم شروع گرفتنش میکنیم. و تنها مشکل و چالشی که داره اینه که ترمز نداریم. یعنی جفت دست ترمزا رو شکوندم. یکیش عقب شکسته بود. ترمز جلو دارم حین تعمیرات فرمون شکوندم. و بدون معطلی بریم که شروع کنیم. دوستان شروع کنیم برای تست سرعت. خداوند رحم کنه فقط زنده بمونیم. دست انداز رو رد کنیم. تست قبلی من چون ترمز اولم زیاد جلو نکردم رکاب بزنم، ولی داخل این تست واقعا رکاب بزنم. این دوربینی هم که گذاشتم زیاد جاش جالب نبود، میلرزید. ارتقایی هم باید بریم. برای تست سرعت بعدی یکی میخواد خیلی خفن‌تر باشه. بریم.
مثلا زنجیرش افتاد، اینم موفقیت آمیز نبود. حکمت توش بوده ببین نداره. کف کفشم رفت. خب دوستان بالاخره موفق شدم این ویدیو رو تموم کنم. در نهایت درخواست دارم که من حمایت کنید و می‌خواستم بگم که ویدیوی بعدی دوچرخه رو دست ندید، چون که قراره حالا این دوچرخه زامبی کشی خیلی خفن، حالا خفن که نه واقعا خیلی خفن ازش دارم، ویدیو خیلی قشنگی دارم که می‌خوام تک به تک همه روش اجرا کنم و پیشنهاد می‌کنم که دنبال کنید ویدیوشو، پشیمون نمیشید و در نهایت موفق و حمایت باشید. خداحافظ.